ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. خدا شما را نگاه دارد حاجیان، پیش حاجمان هر سال یک باره می رود. بله میگویم دارد می رود. حجتان قبول، خوش آمدید. از شما هزارها منظرت می خواهم بخشش و یک لحظه توجه. کجا حاجی دمادم حج، کجا حاجی دمادم حج، دمادم در پی معبود می گردی. خدا در کوچه های شهری ما شاید تو را جوید. بله چند کیلومتر دور می رویم، در پی معبود خدا می جوییم. خدا در کوچه های شهر ما شاید تو را جوید حاجی. یک بار نظر کن چند قدر فقیر و بیچاره ها است در کوچه من، و یا شاید بهشتی را که عمر در پیش هستی درونی کفش های پاره یک کودک باشد. بیا حاجی، بهشتی که چند قدر تلاشش میکنید شاید درونی کفش دریده یک کم بغله باشد. شاید درونی کفش های پاره یک کودک باشد. بیا حاجی بیا، حجت قبولی حضرت ازید، ولی من کعبه را در سفره بینان آن پیرزن دیدم که از درد دو پای شب نمی خوابد. میفهمی چند قدر فقیرها هست روز تا شب برای برده نان میگردن، آنچنان آنگونه میگردن که شب از درد پای خواب کردن نمیتوان. میفهمی کجا حاجی کجا؟ تو را مقصود از رفتن به ملک این عرب ها چیست؟ بیا حاجی بیا، من مکه را یک کوچه پایان تر نشانت میدهم. بیا یک محله از خود پایان تر نظر کنید، چند قدر بیچاره و فقیر داریم. من مکه را یک کوچه پایان تر نشانت میدهم. بیا ببین چه حال است. زنی را که برای آبرو داری تنش به آبرو گردد. زنهایی که در کوچه می نشینند برای آبرو داری تنش به آبرو گردد. نمی خواهند میدانم، لیکن مجبور است، می برای طلبندگی می کند. زنی را که برای آبرو داری تنش به آبرو گردد، و مردی را که از شرمی ناداری شب نمی خوابد. مردهایی که ندارند از شرم فرزندان و خانواده شبها نمی خوابند، در فکرند که کجا یک برده نان یابه. میفهمی؟ طواف من نشانت میدهم اینجا. بیا حاجی، مینای مشعر غار حرای من نشانت میدهم اینجا که در صدها تمتع هم نمیبینی. هزار یک کارهای هست که ثواب او را به صدها رفتن حج نمیبینی. نمییابی آن ثواب را 100 بار حج روی. بهشتت بیخ گوشت هست غافل، در پی معبود میگردی. بهشتت بیخ گوشت هست اما تو